من 2 سال پیش یک روزی به پدر خود زنگ زدم. 21 دقیقه با پدر خود گپ زدم. من سالها منتظر از این گپ بود که پدرم مرا بگم از تو راضی هستم. مرا گفت من از تو راضی هستم. این جمله تا با حال با یاد من هست. 3 سال میگذره که من از تو راضی هستم. خویشاوندت منتظر است که یک دفعه برش بگی که دوستت دارم. پسرت منتظر است که یک دفعه بگی دوستت دارم. با هم محبت کنین، همدیگر رو دوست داشته باش. همسرت در خانه و پشت دروازه ها بند است به این خاطر که یک دفعه بگی دوستت دارم. فرزند منتظر است که یک دفعه مادرش برش بگی که دوستت دارم.